فکر کنید هاند ارچل، آراس بولود اینملی و آکین آکینوزو غیر از خودشون اعضای خانواده و فامیلشون هم بازیگرن و ما خبر نداشتیم؟ برای اینکه بدونین نسبت‌های فامیلی بازیگرای مشهور ترکیه چیه، روی دکمه عضویت کانال لنز در یوتیوب بزنید و این ویدیو رو تا آخر ببینید. شماره 1. هاند ارچل. 2 خواهر که نه تنها تو زیبایی و محبوبیت لنگه ندارن، بلکه روابط خواهریشون هم زبانزد و خاص عامه. البته هانده که در سطر لیست ما قرار داره همیشه تو کانون توجه بوده و همه میدونن غمزه زیبا خواهر هانده است. البته هانده یه خواهرزاده قند و نبات به اسم آیلین هم داره که هنوز راه رفتن یاد نگرفته، کلی پیشنهاد بازیگری و تبلیغ گرفته. اما غمزه میخواد آیلین رو توی آرامش بزرگ کنه تا بعداً خودش تصمیم بگیره میخواد بازیگر بشه یا نه. غمزه توی عشق حرف حالیش نمیشه، چکاوک و به عشق نمیشه دستبند زد بازی کرده. شماره 2. آراس بولود اینملی. شاید باورتون نشه اما آراس تنها فرد بازیگر خانواده اینملی ها نیست. اون یه برادر بزرگتر داره به اسم اورچون اینملی که هم بازیگر و هم نویسنده، اما خب به اندازه برادر کوچیکترش معروف نیست. ناگفته نمونه که خواهر آراس که اسمش یشیم هست هم خواننده است و کلاً آراس یه خانواده هنرمند داره. شماره 3. میرای دانر. میرای دخترعموی 2 بازیگر معروفه. میتونید حدس بزنید کدوم بازیگرا؟ بله، برادران اینملی، آراس و اورچون اینملی. مثل اینکه آراس به خانواده‌اش اکتفا نکرد و قرار کل فامیلش بازیگر بشن. شماره 4. آکین آکینوزو. آکین خوشتیپ علاوه بر این که خودش بازیگره، تو دستای یه بازیگرم بزرگ شد و اون کسی نیست جز مادرش، اوزلم آکینوزو. همینه دیگه، بازیگری تو خونه این پسره. شماره 5. برگزار کورل. احتمالاً هولیا دارجان رو توی فیلمای ترکی دیده باشید، اما شاید ندونید که اون مادر برگزار کورل معروفه. اما فقط مادر اون نیست که بازیگره. تانجو کورل پدر برگزار هم از بازیگرای قدیمی ترک به حساب میاد. پس یه جورایی میشه گفت که استعداد بازیگری برگزار ارثیه. شماره 6. هاند سورال. فکر کنم دیگه همه بدونن که هاند سورال این بازیگر معروف یه خواهر کوچیکتر به اسم بنسو داره که اونم با تشویق هانده و پیشنهاد کاری از طرف مدیر برنامه‌های اون وارد دنیای بازیگری شده. بنسو توی سریال ایرانی مست عشق هم بازی کرده و همبازی شهاب حسینی و پارسا پیروزفر شده. شماره 7. ملیسا شنولسون. ملیسا یه برادر به اسم افجان شنوسول داره که 4 سال از اون بزرگتره و طرفدارای سریال تصادف و در انتظار آفتاب حتما اونو میشناسن. ملیسا از همون بچگی با تشویقای برادرش با تئاتر آشنا شد و بعداً تصمیم گرفت که بازیگر بشه. به نظرتون این 2 خیلی شبیه به هم نیستن؟ اگه میخوایم بدونین بیرجا آکالای و بازیگرای دیگه با چه بازیگرایی نسبت فامیلی دارن، بی معطلی عضو کانال لنز بشین و دیدن ادامه این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندین. شماره 8. بیرجا آکالای. بیرجا یه پسرخاله به اسم باریش موراد یاخچی داره که اونم بازیگره. اما چه دخترخاله و پسرخاله‌ای؟ اونا سال‌هاست که با هم قهرن و سایه همو با تیر میزنن. به گفته باریش، بیرجا هیچ نقشی توی معروف شدنش نداشته.
شماره 9. اسماعیل اگشاشماز. مگه کسی هم هست که سریال در انتظار آفتاب رو دیده باشه اما اسماعیل رو نشناسه؟ این پسر خوشتیپ یه برادر داره به اسم ایتا شاشماز که 1 سال از خودش کوچیک‌تره و از سال 2017 اونم وارد دنیای بازیگری شده. جالبه بدونین که این 2 برادر به تازگی صاحب یه برادر جدید شدن. به نظرتون ممکنه در آینده این کوچولو هم به 2 برادر بزرگترش ملحق بشه و بازیگر بشه؟ شماره 10. اور ییلدیران. فکر کنم دیگه هر کسی که سریال گودال رو دیده باشه این بازیگر هم بشناسه. اور یه برادر بزرگتر داره به اسم مصطفی که اونم بازیگره و توی سریالایی مثل رامو و قل هم نقش آفرینی کرده. شماره 11. رها ازچان. دکتر عادل مهربون سریال دکتر معجزه‌گر یه برادر داره به اسم سرهاد که از خودش بزرگتره و اونم بازیگره. اما خب نه به معروفی برادر کوچیکه. اونا رابطه برادری خیلی خوبی دارن و هر وقت که فرصت کنن با هم بیلیارد بازی میکنن. شماره 12. یاسمین آلن. این بازیگر زیبا تنها عضو بازیگر خانواده نیست بلکه مادر اون سونا یلدیز اغلو هم یه بازیگر قدیمیه. با دیدن عکسای مادر یاسمین قشنگ میشه فهمید که یاسمین زیباییش رو از کی به ارث برده. شماره 13. رضا کوجا اغلو. رضا یه خواهر کوچیکتر از خودش به اسم گزده کوجا اغلو داره. این 2 انقدر شبیهن که انگار سیبی هستن که از وسط نصف شدن. اینطور نیست؟ شماره 14. وحید پرجین. این بازیگر که این روزا با بازی قشنگش در سریال روزگارانی در چوکوروا توجه همه رو به خودش جلب کرده، یه دختر به اسم الیزه گردوم داره که اونم راه مادرش رو در پیش گرفت و وارد عرصه بازیگری شده. به نظر خیلیا این مادر و دختر خیلی به هم شباهت دارن. نظر شما چیه؟ شماره 15. جانر جیندوروک. این بازیگر که با بازی کردن نقش سرد در سریال زن به شهرت رسیده توی یه خانواده هنرمند به دنیا آمده و به جز جانر 2 برادر اون به اسم تانر و منیر جان و همچنین عموی اون اردال هم بازیگر هستن. میدونستین که جانر توی فیلم ایرانی فصل کرگدن هم بازی کرده؟ خب چند تا از این روابط رو میدونستین؟ جای اسم کدوم بازیگرا توی این لیست خالیه؟ اسم اونا رو برای ما کامنت بذارید و با دنبال کردن کانال لنز ما رو حمایت کنید.